президент قرغیزستان صادر جباروف روز 22 آگوست سال 2022 در یک مراجعتنامه ویژه به مردم هلاکت 14 مهاجر قرغیز بر اثر صدمه دهشت‌آور در ولایت اولیانوفسک روسیه را بدبختی بزرگ برای تمام مردم نامید و 23 آگوست را روز ماتم سراسری در قلمرو قرغیزستان اعلام کرد. او با اظهار همدردی به نزدیکان و قربانیان این صدمه روز 21 آگوست به آنها صبر جمیل خواست و گفت حکومت دست کمک خود را از آنها دریغ نخواهد داشت. روز 21 آگوست برابر شنیدن خبر هلاکت هموطنانش در اولیانوفسک، صادر جباروف دستور داده بود که برای آوردن جسدهای مهاجران هلاک شده یک هواپیمای مخصوص به اولیانوفسک بفرستند. طور قبلا خبر دادیم روز 21 آگوست سال 2022 در یک صدمه پردهشت و پرقربانی در شورای M5 اورال در بین دهه‌های پراسکووینا و نوسپاسکای در نویه نیکلایو ولایت اولیانوفسک 16 نفر از جمله 14 شهروند قرغیزستان به هلاکت رسیده. با 3 زاده دیگر قرغیزستان با جراحت‌های مختلف در بیمارستان بستری کرده شدند. در اینجا به گفته شاهدان یک اتوبوس مسافرکش بین دو ماشین بارکش فور مانده است. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که بر اثر صدمه اتوبوس کاملا پچق شده به یک توده آهن‌پاره تبدیل یافته است.